سلام به همه کاربران عزیز وبسایت آیتی پرو، مخصوصا شبکه کارهای عزیزی که با دوره آموزشی نتورک کلاس با ما شروع کردن و تا قسمت 47 با ما جلو اومدن. خب ما قسمت 47 مون اختصاص داره به رفع اشکال یا ترابل شوتینگ کابل های مسی یا فلزی، اصطلاحا میگیم کاپر کیبلز. خب کاپر میشه مس و کیبل هم که همون کاب میشه دیگه. خب منظور از این ویدیو چی هست و هدفش چی هست؟ بچه‌ها ما قرار نیست اینجا دقیقاً بیایم برای شما کابل مسی رو باز بکنیم و بگیم چجوری رفع اشکالش بکنید. یکی از دلایل خیلی مهم و یکی از اتفاقات معمول توی شبکه که معمولاً خیلی توی بحث پشتیبانی شبکه باهاش مواجه هستیم، مشکلاتی هست که در لایه یکم از مدل OSI پیش میاد، یعنی لایه فیزیکی شما. بچه هر چیزی رو شما بذارید کنار، در نهایت این لایه فیزیکی هستش که باعث میشه ارتباط شما برقرار بشه و مهمترین فاکتور شما در بدو رفع اشکال شبکه بررسی کردن مشکلات این لایه هست. خب ما قرار توی این ویدیو بگیم که حالا چه اتفاقاتی ممکنه برای شما بیفته که سیگنال شما درست دریافت نشه، ارتباط شما برقرار نشه، یا چه مشکلاتی در کاب میتونه باشه، چه نوع تسترهایی داریم، از کجا متوجه بشیم چه مشکلی کجا وجود داره. البته خب به این دقت نمیخوایم بگیم، ولی خب این موارد رو با هم بررسی میکنیم. به صورت لیست وار هست و روی اسلاید، کار عملی توی این ویدیو نداریم. خب با اون باشید تا بریم مواردی که قرار هست شما به صورت مفهومی و تئوری توی ذهنتون برای رفع اشکال شبکه کابلی داشته باشید رو با هم بررسی بکنیم. خب دوستان، من اومدم داخل نرم افزار پینت که در واقع برای شما موارد رو توضیح بدم. یکی از داشتم این وسط که بین اسلاید و صفحه پینت هم می‌خواستم جابجا داشتم فکر می‌کردم که چقدر جمله بندی‌های عجیب غریب انجام دادم تا رسیدم به این صفحه. خب ولی خب مجبور بودم جمله رو یه جور جمع بکنم. یکی از دوستام هم آقای عارفپورم اینجا جلوی من وایساده، اینقدر چهره فانی داره که ما هی مجبور شیم بخندیم بعد توضیح بدیم. اوکی، خب راجع به این توضیح دادیم که اگر لایه یک مشکل داشته باشه، در واقع کل شبکه شما، کل استراکچر شما مشکل داره و قطعاً هیچ کدوم از لایه‌های دیگه نمیتونن ارتباط برقرار بکنن. خب بیشتر مشکلاتی که توی این لایه پیش میاد بسیار ساده هستش و رفع اشکالش هم ساده هستش، چون لایه فیزیکی اسمش روشه. خب ما یه سری مفاهیم رو باید اینجا با هم بررسی کنیم. ما این مفهومی داریم به نام شورت. خب اون شورتی نیست که تو ذهنتون توی فارسی دارید قطعاً. خب این منظور از این شورت در واقع اتصال کوتاه هستش. خب شما وقتی که یک کابل دارید، مثلا اینجا ما داریم توضیح میدیم راجع به کابل ها، این کابل ها اگر به اشتباه دو تا سیم به هم در واقع اتصال داشته باشه، خب یا اتصال کوتاه بکنه، ممکنه این سیگنال ها برق ها با هم اتصالی داشته باشن. این اتصالی تو شبکه برقی هم پیش میاد. به این کار میگن اتصال کوتاه یا شورتس، به اصطلاح فنی میگن شورتس. خب اتصال کوتاه. اما یه چیز دیگه داریم به نام اوپنز یا اتصال پیدا نکردن. عکس همون قضیه هست، یعنی ارتباط شما وقتی کابل رو دارید میزنید، خب ما اصطلاحاً کابل زدن دیگه همون اصطلاح معمولی هست دیگه، ممکنه این پین ها درست به هم ارتباطشون در واقع با سیم درست برقرار نشه. این رو بهش میگن اوپن، یعنی سیگنال نمیتونه به اون لایه فلزی برسه. این رو هم تو ذهنتون داشته باشید، از مواردی هست که باید بررسی بشه برای رفع اشکال. پس شورتس و اوپنز مواردی هستن که شما در رفع اشکال باید در نظر گرفته باشید. یکی دیگه از مواردی که توی رفع اشکال و اشکالات معمول کابل ها به وجود میاد، عدم هماهنگی استاندارد است بچه‌ها، یا به اصطلاح خودمونی درست کابل نزدن هستش. بچه‌ها همونطوری که توی ویدیوهای قبلی گفتیم، ما به صورت کلی دو نوع کابل داریم، کابل‌های کراس اوور رو داریم و کابل‌های استریت. کابل‌های کراس اوور برای اتصال برقرار کردن بین دستگاه‌های مشابه مثل کامپیوتر به کامپیوتر، سوئیچ به سوئیچ و غیره. استریت هم مشخصه، دستگاه‌های غیر مشابه رو در واقع به هم متصل می‌کنه. همونطوری که اینجا توی استانداردها می‌بینید، من استاندارد استریت رو نوشتم، کراس رو هم نوشتم. 568 بی سمت 568 بی سمت دیگه یعنی چی؟ کابل از نوع استریت هست. استریت مفهومش چی بود؟ هر چیزی اینور هست اونور هم مشابه همون رنگ وجود داره. اوکی؟ کراس اوور چی بود؟ کراس اوور رو باز با هم تعریف کردیم که گفتیم کراس اوور یعنی این که قسمت سند ما به ریسیو اونور و ریسیو اونور به سند اینور متصل میشه. 1 به 3 2 به 6 رو توی ویدیوهای قبلی اگر یادتون باشه توی تعریف
کابل نوع کراس تعریف کردیم. قرار نیست ما ارسالمون به قسمت ارسال کارت شبکه دیگه باشه. یکی از چیزهایی که جالب هستش اینه که ما دو تا استاندارد داشتیم برای کابل کشی شبکه، استاندارد رنگ بندی 568A بود و 568B. اگر هر دو سمت رو یک جور کابل بزنیم میشه استریت قطعا. اگر یک سمت رو A بزنیم یک سمت رو B بزنیم یا برعکس این کابل خودکار کراس اوور میشه. اما بچه اگر اشتباه شما کابل بزنید، یعنی که بیاد کابل کراس اوور رو بزنید و انتظار داشته باشید که به جای استریت کار بکنه، این میتونه برای شبکه شما مشکل ساز بشه. پس یکی از مواردی که توی رفع اشکال باید در نظر بگیرید اینه که رنگ بندی ها رو چک بکنید که درست رنگ بندی و استاندارد انجام شده باشه و کابل شما به درستی کار بکنه. خب بچه ما یه کابلی داریم بهش میگن کابل رول اوور، خب یا اصطلاحا میگن کابل کنسول. کاربرد شبکه‌ای نداره. اگر این سوئیچتون باشه، ما قبلا راجع به کابل کنسول توضیح دادیم دیگه، برای پیکربندی اولیه سوئیچتون استفاده میشه. این کابل های کنسول اینجوریه که مثلا یک به در واقع رول اوور یعنی عکس عمل، توی کراس اوور ببخشید توی استریت این بود که 1:1 2:2 3:3، اما در کابل کنسول یا کابل کراس اوور ببخشید کابل چی بود اسمش رو میخواستم بگم، رول اوور 1 2 و بذار اعداد بنویسم 1 2 3 4 5 6 7 یعنی انقدر نقاشیمون خوبه 6 7 8 به این شکل. خب اگر 1 2 3 4 5 6 7 8 این سمت باشه، سمت مقابل برعکسش هست، یعنی 1 به شماره 8 وصل میشه، 2 به شماره 7 وصل میشه، 3 به شماره 6 وصل میشه. این کابل کاملا برعکس در سمت مقابل قرار میگیره که برای کابل کنسول استفاده میشه. پس اگر کابل کنسول رو دیدید که به این شکل بود، بهش میگن کابل رول اوور. کاربرد شبکه‌ای نداره. اگر چنین کابلی دیدید، استفادهش در شبکه نیست و برای پیکربندی به صورت چیه؟ در واقع کابل کنسولمون هست. خب میخوایم راجع به مواردی بگیم که باعث اختلال در شبکه ما میشه. بچه ما یک مفهومی داریم به نام کراس تاک. من اول راجع به کراس تاک توضیح بدم. اینجا یه ذره این فونتمون رو درست بکنیم، یه فونت درستایی بذاریم اینجا. خب نه قلممون هم خیلی بزرگه. بچه اگر فرض رو برای این بگیریم که این یک بزرگراه هست، خب بزرگراهش 2 تا لاین داره. خب یه ماشین از اینجا میره، یه ماشین هم از اینجا میره. اصلا نقاشیم خوب نیست. آیا عارف پور باید این نقاشی ها رو بیاد بکشه. خب ما اگر 2 تا ماشین به یک سمتی دارن حرکت میکنن، خب هر 2 تا دارن به سمت مثلا شمال دارن میرن، اگر داخل این ماشین صدای ضبط شما خیلی زیاد باشه، خب بعضا ممکنه که صدای ضبط شما از ماشین شما خارج بشه و توی لاین دیگه وارد ماشین دیگه بشه. این احتمال خیلی بعید نیست، مخصوصا در ایران که ماشاءالله ما نویز تا دلتون بخواد توی ماشین ها داریم و همینجوری که از کنار خونه‌تون رد میشه خونه میلرزه دیگه، بقیه‌اش پیشکش. خب این رو ما اصطلاح فنی در بحث الکترونیک میگیم کراس تاک. کراس تاک. پس هر جا اسم کراس تاک رو شنیدید یعنی یک سیگنال نویز مزاحم که از سیم کناری شما که هم مسیر شما هست به سمت سیم شما میاد و باعث میشه که سیگنال شما به درستی ارسال نشه. خب اما خوشحالیم از این که در واقع از مخترعین و مکتشفین عزیز تشکر میکنیم که یک مفهومی دیگه رو آوردن که این کراس تاک رو خنثی میکنه. بچه برای شما حتما این سوال پیش اومده و من هم تا حدی جواب دادم که چرا میگیم کابل تویستد پیر، یعنی زوج به هم تابیده. مگه میتونه زوج به هم نتابیده هم وجود داشته باشه؟ خب بحث اینجاست که تویستد پیر در واقع مفهومش و کانسپتش به همین دلیل هست که ما میخوایم کراس تاک رو از بین ببریم. یعنی اگر کابل ها به صورت 2:2 و زوج به هم تابیده بشن در این مسیری که دارن میرن، باعث به حداقل رسوندن اندازه کراس تاک میشه. اوکی؟ پس به همین دلیل هست که ما کابل های زوج به هم تابیده رو 2:2 به هم میتابونیم برای پایین آوردن میزان کراس تاک. دقت کنید و جالب میشه این که اینو قبلا گفتم توی نوع کابل ولی بازم تکرار میکنم، هر چقدر تعداد دورهای سیم ها
بیشتر باشه، یعنی بیشتر دوره هم پیچیده باشن، سرعت اون کابل بهتره و کیفیت اون کابل هم بهتره. اوکی؟ این رو تو ذهنتون باشه. پس به خاطر همین بحث کراس تاک است. اما ما دو تا مفهوم داریم اینجا که باید در خصوص کراس تاک بدونیم، near end و far end. بچه‌ها من اینجا یه مقدار توضیح دادم. اینجا مفهوم کراس تاک رو به درستی دقیقاً میتونید ببینید. چون دو تا سیگنال میتونن رو هم تاثیر بذارن. هر چقدر دور هم پیچیده شده باشن کراس تاک کمتر میشه. اون کراس تاکی که ابتدای کابل شما محاسبه میشه رو بهش میگیم near end. کراس تاکی که در انتهای کابل شما وجود داره رو بهش میگن far end. فقط مفاهیمش رو بدونید کفایت میکنه و شما دیگه از این بعد میدونید که چرا کابلا رو به هم میتابونیم. از این بعد تو ذهنتون باشه به محض اینکه گفتن چرا کابل زوجه به هم تابیده به خاطر پایین آوردن کراس تاک است. بچه‌ها ما یه چیزی که خیلی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه در کابل کشی شما و مشکلاتی که در ارسال سیگنال کندی شبکه و اتفاقات مربوط به اون وجود داره، بحث تاثیر سیگنال های رادیویی و سیگنال های الکترومغناطیس هستش. یعنی RFI مخفف رادیو فرکانسی اینترفیرنس و EMI الکترومگنتیک اینترفیرنس فکر میکنم تا اونجایی که میدونم یعنی در واقع تداخل ایجاد کردن، اختلال ایجاد کردن. بعضی اوقات شما مثلا یک کابل دارید بچه‌ها، این کابلی که مثلا داره رد میشه، این کابل از کنار یک منبع الکترومغناطیس قوی عبور میکنه. مثل چی؟ مثل آسانسور، مثل ژنراتور. توی کارخونه‌های وجود داره، بعضا آهنرباهای خیلی قوی وجود داره. اینها باعث میشن سیگنال برق شما، چون در واقع سیگنالی که ما داره کابلای در واقع فلزی داره رد میشه برق دیگه، اینا به درستی انتقال پیدا نکنه و این باعث ایجاد کردن نویز و جلوگیری از ارسال نادرست سیگنال میشه. ببخشید، جلوگیری از ارسال درست سیگنال میشه. خب پس تاثیر داره بدونید کابل هاتون از کجا داره رد میشه. از لاین آسانسور نندازید کابلاتون بره. ما تجربه این رو داشتیم که مثلا کابل کشی رو کلا داخل آسانسور انجام دادن، منبع برق آسانسور بوده و به محض اینکه آسانسور روشن میشده شبکه قطع میشده. خب حتی حالا میگم این تاثیرش رو در نظر داشته باشید. امواج رادیویی هم میتونه در این مورد در واقع باعث ایجاد تداخل بشه. البته بیشتر امواج رادیویی بحث شبکه وایرلس رو در بر میگیره در لایه فیزیکی، ولی خب میتونه تاثیرگذار باشه. شما باید همیشه حواستون باشه. مثلا امواج مایکروویو، همین مایکروویوی که داخل خونه دارید و باش غذا درست میکنید، اون میتونه روی سیگنال کابل شما تاثیرگذار باشه. به خاطر همین هست که تو خیلی از در واقع چی میگن کارخونه ها و جایی که ژنراتور برق و اینجور چیزا وجود داره میان از کابل های شیلدد تویستد پر استفاده میکنن که اون نویز یا اون در واقع سیگنال مزاحم رو اجازه ورود بهش نده. پس یکی دیگه از دلایلی که میتونه باعث کندی شبکه شما در لایه یک بشه امواج رادیویی و امواج الکترومغناطیس هست. اما بچه‌ها یه چیز هم یادتون باشه، ما عادت داریم از هر کابلی میخوایم به بهترین شکل و با بهترین صرفه‌جویی استفاده بکنیم. ما این مفهومی داریم که هر کابلی یک دیستنس لیمیت داره. یعنی چی؟ یعنی برای استفاده در یک اندازه یک مسیر خاص تعریف شده. مثلا کابل‌های یو تی پی ما میگیم معمولا تا 100 متر بدون افت سیگنال میتونن سیگنال رو انتقال بدن. شما اگر بیاید مثلا کابل رو 200 متر بکشی، کابل 200 متر میتونه داشته باشه اما سیگنال شما به شدت ضعیف میشه. من باورتون نمیشه یه جاهایی رفتم بنادر بوده، جزو بنادر معروف ایران بوده و دیدم تا 250 متر اومدن کابل کشیدن، انتظار دارم بهترین بازخورد هم داشته باشن. پس یادتون باشه ماکسیمم 100 متر ایدئال کابل های UDP هستش برای اینکه بتونن UTP هستش که بتونن سیگنال رو تا فاصله زیاد ارسال بکنن. محدودیت مسافت کابل تو ذهنتون باشه. خب طبیعتا ما داریم راجع به کابل صحبت میکنیم، فعلا راجع به فیبرا صحبت نکردیم. خب ما یک چیز دیگه داریم به نام اتیونیشن یا در واقع اتیونیشن. بچه ترجمهشو نمیدونم ولی یادتون باشه زیر ویدیو بپرسید که من ترجمهشو بگیرم. این که سیگنال رو ضعیف ارسال بکنیم. خب همون سیگنالی که داره در شبکه ارسال میشه ضعیف ارسال بشه. مثل اینکه بچه من و شما داریم صحبت میکنیم، خب صدای من و صدای شما اندازش تغییر نمیکنه، اما من وقتی از شما فاصله بگیرم کم کم صدای من کم میشه و شما کمتر صدای من رو میشنوید. الان مثلا من دارم از شما دور میشم، خب هر چقدر فاصله بگیریم سیگنال بچه همون اندازه هست، اما فاصله باعث میشه که چی بشه؟ اون در واقع چی میگن دسیبل یا چی میگن
قدرتش کم بشه. پس این رو هم در ذهنتون باشه، یکی از اون مواردی هست که ممکنه باعث بشه کند بشه شبکتون. من این رو باز در همون بحث تاثیر RFI و EMI در کابل ها میتونم ببینم، ولی خب بگیم بعد. بحث اتصالات بعد هست. بچه شما اینجا اتصالات رو دیدید. خب من اینجا اتصال رو دیدم، هم اینجا RJ45 هستش، هم اینجا. اگر اتصالا به درستی برقرار نشه، یعنی این پینایی که اینجا می‌بینی به درستی پانچ نشه داخل، کابل رو قطع نکنه، یه دونش کم باشه، یه دونش زیاد باشه، یه دونش درست وصل نشده، یه دونش جابجا وصل شده، اینا همش میتونه باعث بشه که اتصال شما دچار مشکل بشه، شکستگی داشته باشه در واقع اتصال شما. کابل کشی بد داشته باشید. بچه کابل کشی هم ممکنه این اتفاق براش بیفته. شما ممکنه دستگاه تستر شما بگی کابل شما درست زده شده، اما وقتی که می‌وریدید توی مدار از یه جایی رد میکنیدش که این کابل ممکنه بریده بشه، ممکنه شکسته بشه، ممکنه سیگنالش تداخل ایجاد کنه، ممکنه این وسط شورتس ایجاد بشه. خب اینو بهش میگن کابل کشی نامناسب. کابل‌ها رو از زیر پا رد کردن، از داک رد نکردن، مسیر نامناسبی داره، همه اینها میتونه در کابل کشی بد هم وجود داشته باشه. خب پس اتصالات بد، کابل کشی بد از دلایل دیگه مشکلات فیزیکی کابل شبکه ماست. جداسازی جفت‌های سیم. بچه ما طبق تعریفی که داشتیم میتونستیم جفت‌های سیم رو مثلا سفید سبز سبز، سفید نارنجی نارنجی، سفید قهوه‌ای قهوه‌ای، سفید آبی آبی. شما میتونید به همین ترتیب کابلاتون رو بزنید. خب یه اشتباهی که وجود داره اینه که مثلا ما بیایم سیگنال هایی که میخوایم کنار انجام بدیم اینا رو باز بکنیم. خب کراستاک بین این دوتا داره خنثی میشه، من بیام مثلا ترتیب اینها رو به هم بزنم، ترتیب استانداردها بر اساس در واقع همین محاسبه کراستاک، محاسبه سرعت و اینها انجام شده. حالا من بیام این محاسبه رو از دست بدم، مثلا من بگم آقا من استاندارد خودم رو طراحی میکنم. بچه‌ها ممکنه کار بکنه استاندارد من درآوردی شما، اما بحث کراستاکتون هست. اگر ما داریم میگیم که بیایید از 568A یا B استفاده کنید، برای اینکه برآورد شده اینها کراستاک کمتری دارن. خب پس خودتون نیایید استاندارد من درآوردی در بیارید. این جداسازی جفت‌های سیم میتونه اون بحث رو داشته باشه. خب بحث TX ریسیو و سند هستش که شما باید بدونید که سند و ریسیو کابلاتون درست باشه. تو بحث کراس اوور راجع به این صحبت کردیم که سند و ریسیو باید درست باشه. یه نکته بچه‌ها جالبه راجع به این صحبت بکنیم که سند و ریسیو برخی از کارت شبکه‌ها این روزا هوشمنده. یعنی شما هر جور کابل بزنید، چه کراس اوور بزنید چه استریت بزنید، اینو وصل کنید به یک کامپیوتر، دو تا کامپیوتر، خود سیستم میاد توسط یک مکانیزم هوشمند تشخیص میده که سند و ریسیو هاش روی کدوم یکی از این سوکت ها داره انجام میشه، میاد تغییر میده. خیلی جالبه. خب خیلی هوشمنده، خیلی جالبه این کاری که کارت شبکه‌های امروزی انجام میدن. میتونن خودشون تعریف کنن که جای پورتای سند و ریسیوشون رو عوض کنن که بر مبنای کابلی که زدید درست باشه. اینجاست که دیگه چه کابل کراس اوور بزنید چه استریت کار میکنه. من خودم تست کردم، بعضا کابل کراس اوور زدم استفاده کردم، استریت هم زدم استفاده کردم، چون کانکشن هوشمند رو روی کارت شبکه‌ام داشتم. خب کیبل پلیسمنت رو راجع صحبت کردیم. کابل‌ها رو از کجا رد بکنیم؟ از داخل داک رد بشه، از کنار منابعی که دارای EMI یا RFI هستن رد نشه، زیر پا لگدمال نشه، کابل نشکنه و خیلی از موارد دیگه. اوکی؟ من چه چیز جالب بهتون میگم راجع به کابل کشی. بعد کابل وقتی بین مسیر پاره بشه، تستر به شما نمیگه کجای مسیر پاره شده، تسترهای معمولی. خب اما یه سری دستگاه هستن که من اینجا شکلشون کشیدم، دستگاه‌های پیشرفته تستینگ هستش. خب اینا به شما میگن دقیقاً تو کدوم فاصله از این در واقع کابل اون در واقع شکست یا اون در واقع پارگی سیم یا اون در واقع قطعی به وجود میاد. این دستگاه اسمش اگر اشتباه نکنم TDR بهش میگن و یه همچین شکلی هستش برای تست کردن. هم فیبر نوری استفاده میشه، هم در واقع کابل های RJ45. این به شما فاصله اون اتفاق بعد رو میگه. این برای رفع اشکال خیلی تجهیزات مدرنی هستن، برخلاف تسترهای معمولی که فقط میگه وصل هست یا نیست، سر و تهش رو چک میکنه، بس بود بس نبودم نبود. خب اما مشکلاتی که به جیبیک و SFP. بچه جیبیک خیلی قدیمی، SFP جدیدتره. خب یعنی توضیح دادن خودم خندم میگیره. ببینید اینجا یه نمونهش رو دارم. بچه شما وقتی میخواید یه فیبر نوری یا دو تا پورت خیلی پرسرعت رو از دو تا سویچ به هم وصل بکنید، از پورت‌های آپلینک استفاده میکنید. خب
یک کانکشنی هست، یک کانکتوری هست، مثل چی میگن خدایا، مثلا مثل خشاب میره توی پورت سویچ قرار میگیره. خب و کانکشن فیبر نوری یا کانکشن RJ45 شما میخوره داخل این پورت، میخوره داخل این سوکت. با اون سوکت در نسل جدیدش میگن SFP، نسل قدیمیش جیبیک هست. توی سایت یه مقاله ای من نوشتم، سرچ بکنید تفاوت جیبیک و SFP، کامل توضیح دادم در واقع تفاوت این دوتا رو، به اون مراجعه بکنید، کامل توضیح دادم. یکی از مشکلاتی که معمولا اتفاقات معمولیه که میفته بحث همین خرابی این جیبیک ها یا SFP هست. خیلی هم معمول هست، هر چند ماه یک بار ممکنه این بسوزه، بشکنه، دستکاری بشه، چون حساس هم هستن. اینها هم تو ذهنتون باشه که از مواردی هست که برای رفع اشکال شبکه‌های کابلی مورد استفاده قرار میگیره، هم فیبر هم کابل. جیبیک دیگه تقریبا نسلش منقرض شده و SFP ها همچنان مورد استفاده هست. خب این کلیات این بحث ما بودش که تو ذهنتون باشه که چه مواردی ممکنه باعث به وجود اومدن اختلال در شبکه های کابلی ما بشه. خب گفتم که تئوری هست بیشتر این در واقع ویدیو ما. این مفاهیم تو ذهن شما باید باشه تا در محیط عملیاتی بدونید چه احتمالاتی برای به وجود آمدن مشکلات برای شما وجود داره و بعضا بتونید داخل آزمون بین‌المللی هم تستاشو خوب بزنید. میدونم خیلی تون درس میدم، یه ذره این ویدیو هم با تأخیر داره ضبط میشه، ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آیتی پرو باشید و وبسایت آیتی پرو به دوستاتونم معرفی بکنید.